ما میگن کپی. توفاله در واقع دونه ها رو بعد از آسیاب شدن رو اینا میچیدن میوردن اینجا. این آقای اینا رو توی این تونله اینجا رو هم دیگه میچیده. بعد این در واقع قطعه چوبی رو میذاشتن روش. بعد با این میله تنه چوبی بزرگ بهش فشار وارد میکردن به وسیله وزن این سنگا. بعد فشار وارد میکردن، روغن از تهش در میرفته روغن و توی اون خمره ذخیره میشده. این صدای شروشوری هم که میاد مثلا صدای روغنه. امیدوارم که گویا بوده باشه. اینم از پایین گرفتم. خیلی جای باحالی بود. حتما بیاد یه سر بزنید.